فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. برادرمون آقا رحمت الله از زایدان سوالشون این بود که آیا خانومی که حامله است میتونه روزه بگیره یا نه؟ درباره این نمیشود یک حکم کلی و قطعی رو صادر کرد که زنان باردار روزه بگیرند یا روزه نگیرند. از نظر کلی زنانی که در حالت بارداری هستند حکمشون حکم بیمار هست. این برمیگرده به وضعیت و تشخیص خود فرد. اگر واقعا روزه گرفتن برایشون سخت هست یا مضر هست برایشون، اهم از این که برای خود شخص مضر باشد یا برای جنینش مضر باشد، از نظر شرعی الله متعال برای این افراد اجازه داده که روزه نگیرند و منتها بعد از این که وضع حمل کردند و بعد از این که فرصتی فراهم شد و برای خودشان یا برای نوزادشون اثر و ضرری رو نداشت، باید اون روزه رو دوباره اعاده بکنند. پس بنابراین زنی که حامله هست از نظر شرعی اگر نمیتواند روزه بگیرد یا روزه گرفتن برای خودش یا برای جنینش مضر هست، از نظر شرعی مجاز هستند که روزه نگیرند، منتها این قضایش هم بر عهده ایشون لازم است.